محبت هر کی او دعوا کند، صد هزاران امتحان بر وی کند. گر بود صادق کشد باری جفا، گر بود کاذب گریزد از بلا. برادر کاذب نشو، دروغگو نشو، بنده اساسی شو. ایمان قوی قطعی در این روزهای مصیبت چکار کن؟ باز شکر زیادتر کن، باز طاعت زیادتر کن. خدا در قرآن می فرماید ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا ان لله و انا الیه راجعون. خدای ما و شما که خالق ما و شماست فرمایش می دهد ای بندگان من، شما را من در 5 چیز امتحان میکنم. یکم خوف بالای شما میارم، مثل که دیروز یک خوف بالای ما و شما آمد. بعضی برادرای نمازخوان جای نمازها را جمع کردند، مسجد آمدن قطع کردند. بعضیاش عرق نوش شدند که تا که اونها را در عذاب و مشقت گرفتار نکنند. در شبکه ابونه شدن را فراموش نکنید، زیرا در شبکه ابونه شدن شما نه تنها به خود یک چیز میگیرید، شما از آن شخصانی میشوید که دینمان را پهن میکنید. الیه راجعون استفاده میکند. در تمام بلا و آفت چی هست؟ صبر کننده هست، دل شکسته نمیشود، برعکس عبادت زیاد میکند. فکر میکنم انشاءالله برای آدم عاقل این صحبت ها پروردگار میخواهد بیدارت کند، گوش داد کند تا که تو در غفلت نمانی. باز تکرار کرد پروردگار. برادر عزیز فکر پروردگاری که مرگ تو در دست اوست، حیات تو در دست اوست. پروردگاری که ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. پروردگاری که هر عبادتی تو را میگوید من نظر دارم، هر قدمی تو را در تاریکی و در روشنی میبینم. پروردگاری که لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. پروردگاری که هیچ چشم در دنیا قدرت دیدن من ندارد مگر من همه چشم ها را میبینم. همون پروردگار میگوید، همون پروردگاری که تو در یک عالم نابودی و نیستی بودی، در شکم مادر به واسطه نطفه تو را پیدا کرد. انا همون پروردگار تو را اشاره میکنه. و وصینا الانسان بوالدیه احسانا. ای جوان، ای بنده خدا، پروردگار میگوید در خانتان همون انسانی که نامش آتش و نامش آچه است، یا نامش پدر است یا نامش مادر است، الله میگوید تو را توصیه است. وصینا به معنای توصیه، به معنای سپارش است. سپارش شد میدهم، حکم میکنم بالای تو. چه حکم دارد؟ چی سپارش میده پروردگار؟ سپارش میدم که بالوالدین احسانا. یک مبادا تو همین آته و آچته یا همین پدر و مادر تا یکی نرنجانی. نکند که تو همین قرار منه، همین حکم منه نادیده گیری. نکند که تو در همین دنیایی که یک روز از روزها عمر تو به چند یکی نباشد، من تو را برنزی خودم دعوت میکنم. نکند که در همین دنیایی که تو اینو پدرود میگویی، وقتی از این دنیا گذاری و پدر و مادر در رفتن تو خرسند باشند، یا دعای نیکی اونها را نگیری. نکند که همین خیلی به دعای پدر و مادر خانه قبر بیایی و الا خانه قبر برای تو خانه آتش میگردد. نکند که هم تو به خانه قبر بیایی. سپارش میدیم پروردگار میگه دادر عزیز، سپارش فرمان حکم بالوالدین احسانا. به این دو، به این پدر و مادر احسان فقط و فقط نیکی کن. هیچ وقت در حق این دو تو بدی را روا مبین. هیچ وقت نقشه مکش. هیچ وقت به دلت آرزو هم نکن که یگان بدی بدی را نگذران.